شیربچم اگر قوه برقی تمام شهر را هم بدی سخنی از من نمیشنوی. کشکل رزیل، تو از آقای مظهر میندار باش. یگید کنی سردارت را گوش بکن وای چی میگوید. امروز نه، پگاه حتما باز با دستم میافتی. یگید اکنون خیلی دیر شد. همین روز این کار را باید به انجام میرساندی. الو آقای مظهر، من ارزو در اینجا نفرانی هستن که توجه شما رو جلب میکنن. حاضر چشمایتون رو نپوشیده لحظه ای تماشا کنید. چی خیلی که میبینید؟ التجا میکنم کمک کنید. اکا یگید نجات مونده. در دست کودکان نارنجک است و در سر نجیب سلاح گذاشته شده است. میدونید که شوخی نمی کنم. اگر گفته هایم را اجرا نکنید هر سه میمیرند. خواهش میکنم ما رو نجات دهید. اگر با دستم افتی آرزو تو را پارا میکنم، خوراکی سگ‌ها میکنمت. کودک را آزاد کن. یگید اول گفته های من رو اجرا کن. پیکاس رو بیار. با تو 30 دقیقه وقت. فهما پیکاس رو ما میاریم. تو بگو که ما چی کار باید بکنیم. الله همی خیر. گفته هایم را گوش کنید. یگید و من دو پیکاس رو به نیروگاهی عمر بیارید. تنها هر دوی اینها بیاید. اگر در اطراف بجز هر دوی اینها نفرانی دیگر رو ببینم رحم نکرده نجیب و فرزندهایش رو میکشم. فهمیدید؟ فهمیدیم. تنها یگید و ممدوح می آیند. وگرنه کودک ها حیف می شوند. یگید با فکرم کارها رنگی دیگر گرفته. بسیار خوشندی نکن پیکاس. عجله تنها دور از با تأخیر افتاد. چی کار میکنیم آقای مظهر؟ بر قهرتون حاکم میشوید. علال خصوص تو یگید خود سرانه حرکت میکنید. و چه حال افتیدن فرزندان نجیب را ببینید. تو چی ممدوح؟ راست میگوید آقای مظهر. یگید عملی کردهتون شوخی نیست. عاقبتش مرگ است. این سبب مرگ نزدیکان شدن است. خدا نگه دارد. اگر سبب مرگ نزدیکان خود بشوی میفهمی با این درد چگونه زندگی میکنی. کنی شیربچم برابرت جواب بده. حاضر تو را بوغی میکنم، دمت را گیر. پیکاس آدابت را رعایت بکن وگرنه من هم تربیت کردن را میدانم. هر دویتون به من وعده بدهید به قهر و غضبتون حاکم شوید. قهر و غضبتون را تحت نظارت گیرید. بعد از این برای رفتنتون اجازت میدهم. وعده میدهم آقای مظهر نه تنها باعث مرگ کودکان، حتی سببگار کم شدن یک تار موی آنها نخواهم شد. در این راه جانم را فدا میکنم. از تو کسی جان نمیخواهد. از تو تنها در چارچوبه قانون کار کردن را خواهش میکنم. نجیب و فرزندانش را صحت و سلامت به اینجا آوردنت را میخواهم. اطاعت سردارم. آقای مظهر برای فرستاندن یگید یک بار دیگر فکر کنید. به تو چی فرقی دارد؟ آخر برای خوبی شما میگویم. تو زبانت را نگه دار. شما هم میدانید که یگید سخن کسی را گوش نمی کند. برای همین گفتم. فلی تادر من تو رو. شجورا جان آرام باش. شما هم دیدید آخر 2 ثانیه آرام نمیستد. یک رو هستید. از همین یک رویش پدر و همسرش را از دست داد. این یگید میدونید این یگید همه را با آتش بپرتاید و دهانش نسوزد گفته شوربای گرم نمیخورد. تو حیوان تو سرده برا. سرده ممدو سرده. تو رو به خشم آورده ایستاده است. گوشش مکن. وقتش انشاءالله میاد. برای ابدی شدن انقلاب 27 می انتخاباتی در پیش ایستاده حیاتاً مهم است. 27 می پس از انتخابات نوبتی چون عید جشن گرفته می شود و به تاریخ حرکت های تبدلاتی نظر بکنید. افسوس که چون داغ بر ما می ماند
بله 27 می عید رسمی اعلان کرده شود. روزی استراحتی شود. در وطن و بیرون از آن جشنها برگزار گردد. بله رفیقان، برای تمام این خواهش هایتان بهار صندوق برای ما خیلی مهم است. خیلی عالی جناب وصف کردی. تو را تبریک میکنم. تشکر سردارم. این نام چگونه به عقلت آمد؟ از بهار عرب الهامم آمد و انتخابات نوبتی را بهار صندوق نام گذاشتم. برای انتخابات را به بهار صندوق تبدیل دادن باید که بعضی کارها اجرا کرده شود. کدام کارها را باید انجام دهیم؟ عملیات های تروریستی را زیاد کردن، خلق را ترساندن، برای انتخابات آزادی ججک اعتراض بیان کردن، تأمین از انتخابات دست کشیدن آنها. در جنوب شرقی کشور مانع گذرانیدن انتخابات میشویم و بر روش انتخابات داغ میگذاریم. خیلی خوب، خیلی خوب. ادامه ده. فکر کردیم که مغلوب شدیم. بهار صندوق به آخر نمیرسد. حمله های نوبتی آنها میشوند. با ثبت های رسوایی نامزدهای حزب ملتگرایی ترک استعفا میدهند. حزب ملتگرایی را زیر کرسی کشیدند. به مجلس راه نمیدهیم. با همین بهانه میگوییم که دو حزب در مجلس اشتراک اجتماعی را تامین کرده نمیتوانند و حزب اقتدار نمیتواند که سرقانون را عوض بکنند. به این هم در هر وقت تغییردهی سرقانون بمب‌های زنده را به مجلس وارد میکنیم. آفرین مینیکی من، آفرین. سلامت باشید. برای 12 ایون را چون 27 می در تاریخ انقلاب ثبت گردانیم، از همه شما کوشش و غیرت ها انتظاریم و سخن را دراز نکرده به امید بدار آویختن سروزیر سخنم را به آخر میرسانم سردارم. آفرین. تشکر. دیگر در حیاتم دوباره به اینجا نمی آیم. به این هم دفعه دیگر تنها جسدت می آید. آخر شما قدری مهمان را نمی دانستید. نه چای آوردید و نه قهوه. خوبه برق داشتیم که پیکاس. در این سردی جگرت را گرم کردیم. مگر بد شد؟ یگید از این روزهای بدترش را دیدیم. اصول شکنجه تو را یک وقتا چون دلخوشی بازی میکردیم. سفسطه گویی را پس کن. به ماشین شین. زود باش. یگید به من گوش بکن. خواهش میکنم بی عقلی نکن. مبادله رو با خواهششون انجام ده. نجیب و فرزندانش رو از دست آنها خلاص کرده گرفته بیار. خوب شده است. اطاعت سردارم. خیر، خدا مددگارتون باد. دعا بکن که بمیرم آرزو. بمیرم و گورم بکنند. اگر زنده بمانم برای تولد شدنت پشیمانت میکنم. باور کن پشیمان میشوی که به دنیا آمده ای. نجیب، من این رو میدونم و برای همین قبر تو رو چپرتر میکنم. خواهد نشم. مرحمت. در بدارو. رفیقون، من هم به مکانی واخوری میروم. رفتیم. سردارم اگر اجازه دید به نماینده ججکه سوال دادن میخوام. نقشه های قسمت جنوب شرقی را برای بهار صندوق گوش کردید؟ سهم شما در این جاده چی میشود؟ سردارم، فشارها و سیاست تا اندازه هم باشد ادامه دارد. اعتبار حزب اقتدار در میان خلق تا رفت زیاد شده ایستاده است. برای جا دادن نامزدهای آزادی ججکه تدبیرهای رادیکالی باید اندیشیده شود. برای مثال چگونه؟ ما ورقه های آوازدهی ساخته برآوردیم. به نامزدهای آزادی ججکه مهر بله را برآوردیم
ما میخواهیم که مردم منطقه ورقه های پهن کرده ما را در روز انتخابات استفاده بکنند. خیلی خوب، اما شما از کجا مطمئن میشوید که مردم در صندوق ورقه های پهن کرده ججکه را میپرتویند؟ آقای ملیک، ما از مردم ورقه های آوازدهی که دولت و مردم پهن کرده است طلب کردیم. اگر ورقه های اصلی را به ما ندهند، آنگاه معلوم میشود که به حزب اقتدار آواز دادند. البته برای این کارشان جزای وزیر معین کردیم. چگونه جزاها معین کردیم؟ در سودی که تأسیس دادیم حتی حکم قتل داده می شود. انا همین است جوابی که انتظار بودم. احسن، آفرین، احسن. ببخشید سردارم، در نزد شما رفیقان را احسن خواندن کاری من نیست. امروز بخشیدم مینیکه من، امروز بخشیدم. تشکر سردارم، تشکر. دخترها با کجا می روید؟ معلم در صنف کسی نیست. بچه ها در کجایند؟ بچه ها با معلم جزمی ورقه های انتخاباتی را تقسیم کرده ایستادند. چگونه ورقه انتخابات تقسیم دارند؟ مگر برای انتخابات مرکز باشد؟ نه معلم، برای انتخابات مایول. همین گونه ورقه ها را تقسیم دارند. بیناموسان، خائنان، شما حالا در کجا بودنی بچه ها رو میدونید؟ میدونیم معلم. در حال ما رو به آنجا ببرید. بیایید رفتیم. زود فروه. همه‌تان جایگیر شوید. یگید و میندوکی آمد تیرپرانی را آغاز کنید. در میانشون پیکاس همه شود. اگر با او چیزی شود چی؟ شما تنها امرم را اجرا کنید تمام. پیکاس به ارکین کندو چونان صادق است که حتی جانش را میدهد. فهمو خانم. اینها کجا شده باشد؟ این خنده سگانه چی معنی دارد پیکاس؟ به یگید نظر میکنم، فکر میکنم که حاضر میمیرد. برای وطن مردن شرف است. اما تو برای چی میمری؟ آدابم نمیگذارد که دوامش را گویم. انیختر گپ زنیم. بیهوده میمیری پیکاس. بعد از اونه که مردم برای من دیگر چی فرق دارد؟ اگر فکری آخرتت رو میکردی چونی سخن نمیگفتی. آن وقت خواهی دانست که ارزش حیات این دنیا برای آخرت است. حیف تو پیکاس، حیف تو. عمرت در کار بیهوده حیف شده است. مگر شما هم حیف نمیشوید؟ به قول آقای مظهر جان فدای وطن نمیمیرد، حیف نمیشود، شهید میشود. فرقمان همین است پیکاس. مرحمت جزمی چی میخواهی؟ روز بخیر دادرم سنجر.
این چی ورقه است؟ این ورقه آوازدهی است. برای ججکا آواز میدی. به صندوق انتخابات با ورقه آوازدهی میایی. فراموش نکن ورقه آوازدهی خالی رو به من میاری. و دهه کن عادتی نب اومده است؟ بسیار نگو سنجر، به سرت بلا ناید. خدا یارد. چی میخوایی جزمی؟ بلخی دادرم، تو را در نمازی جمعه ندیدیم؟ شکر که نمازم رو با اصولهایش ادا میکنم. سختکاری نمیخونم. 2 ماه است که کمک پولی نمیدی. راه بر سرزنش دارد. من فقیران را دستگیری میکنم. بلخی در روی خط نامت سیاه‌تر شده است. تو یگانه راهی بخشش داری. ورقه آوازدهی ججکا را به صندوق میپرتایی، وگرنه حالت بدتر می شود. فرمان قتلت می براید. مگو که نگفت. برای گرفتن ورقه اصلی می آییم. فکر یگان بازی را نکن. دانسته پا دراز کن. سبحان الله. این خانه روبرو از کیست؟ خانه معلم آیشه. کو بپرسیم که نماز جمعه چند رکعت است؟ مگر 2 رکعت نیست؟ بی عقل. ما نماز جمعه را 4 رکعت میخوانیم. فراموش کردیم مگر؟ من معلم آیشه را جزا خواهم داد. با معلومات های نادرست همه را بی عقل کرده است. بیایید. خدیجه چی خیل شده؟ دارویت رو دیم؟ درد سرم میگذرد اما درونم میسوزد. جناب سربازی لطف کرده خانه‌مان آمدن. گفتم که خوب میمانداری میکنیم. احوالمون چی شد؟ غمگین نشو. چی کار کنیم؟ کاری شدگی شد. در این ساعت کی باشد؟ تو خواب کن، من رفتم میبینم. مرحمت چی میخواستید؟ آمدیم که به تو امتیازی بدهیم. چگونه امتیاز؟ چه میگویی؟ دخترت با معلومات های نادرست به سر جوانان شبهه میارد. و جوانان میگوید که دین را به شما درست درس میدیم. دختری من بخشی الهیات را ختم کرده است. دینمون را درست میداند، نادرست درس نمیدهد. نماز جمعه 2 رکعت بوده است. والا بودن انسان از ملت نه، از تقوایش بوده است. چخیره که با زبان ترکی نماز نمی شود، پس با زبان کردی هم نمی شده است. همه اینها معلومات های کنند. نادرست و یا کونه بودن را تو حکم نمیدی؟ من نمیدانم. در حق شما فتوای قتل برآمده است. شما کی هستید که در حق ما فتوای قتل میدید؟ تو هم امام یک رو هستی. ببین من باز یک انسانگری میکنم. شما را از مرگ تنها یک چیز نجات میدهد. شما را دیگر گوش کردن نمیخواهم. روید از اینجا. امام مرا گوش میکنی؟ این امتیازی آخرینی تو. بده. این ورقه آوازدهی وکیل ججکا می باشد. در صندوق انتخاباتی همین را می پرتایی. رو از پی کاری خودت شو. استاد جزمی اجازت ده این را در همین جا پرانم. ایستید چی کار میکنید؟ با پدرم دست نرسونید. روید با دیگر جا مراجعت کنید. معلم هم آمد. دف شوید از اینجا. ما را به حالمان گذارید. استغفرالله خواهرم. ما برای کمک تو و پدرت آمدیم. خوبیتون هم زیر خود بود و خودتون هم. خواهرم ای بسیخل نگو. پدرت را از مرگ نجات میدیم. بله. از دم مرگ میگردانیم. دخترم از ما میخواهند که وقتی آوازدهی ورقه های ساخته را استفاده کنیم. ما بازی چه ساخته کاری نمیشویم. اسلام یک است. برای ترک هم و کرد هم یک است. انتخابات با اراده آزادی ما میشود. هر کسی را خواهیم آواز میدهیم، نخواهیم آواز نمیدهیم. با ما فشار آوردن نمیتوانید. این جنایت است. عزت تو چرا گفته ایستاده ای؟ چه کار میکنی؟ دست نرسون. ایستید پدرم رو نزنید. یاریده پلیس رو جیغ زنید. پدر جون خوب هستید. التجا میکنم حرفی بگویید. اینها کجا شدند؟ یگید کجا شدید؟ در راه ماشین زیاد است. آماده ایستاده. صبر بکن. به شما 2 دقیقه وقت. آمدید خوب. نه آمدید.
پس به جنازه نجیب میرسید. احمق میدانی من تو رو؟ اوه یگید زبانت را نگه دار، به تو نمیزیبم. من دهان و بینی تو را چنان پچق میکنم که دیگر میان مردم برآمدن نمیتوانی. پیکاس چی شد دوستم؟ یگید شاید این رفتن برگشت ندارد. این زن با ما بازی کرده ایستاده است. نجیب سردار و فرزندانش را صحت و سلامت آزاد کنیم، با مردن هم راضیم. رتتتم نفرانی که به سوی مرگ می روند. چه فیلمی خوبی می شود. در روزهای نزدیک رتتتم. خدا اینو بینیدم در اینجا چی واقع شده باشد؟ اینه بینید بیر این ورق رو کار تمام شود. اگر زنید هم کوشید هم به این سختکاری و به این خواهینی همراه نمیشویم. ما بازیچه دست شما نمیشویم. اگر خواهید هم ما رو مجبور کرده نمیتوانید. آروم باش دخترم. در اینجا چی گم؟ دخترم شما کی هستید؟ دفع شوید از اینجا. ما رو به حالمون گذارید. پلیس رو جیغ زنید. دخترم جونکم. دادا بسیار میترسم. با ما چی میشود؟ دادا مگر ما میمیریم؟ این خیلی نگو پسرم. اکا یگیتت ما را نجات میدهد. خواطر مباش. انا ببینه دادا ماشین اکا یگید اکنون ما نجات یافتیم؟ انشالله پسرم. انشالله که این خائنان یگان احمقی نمیکنند. آمدن. همه آماده باشید. فهمم. بله شیر بچه اکنون به آخر راه آمدیم. وقتی جدا شوی پیکاس پس از 2 روز جدا میشیم. تنها 2 روز دیگر نفس میکشی پیکاس. قسم میخورم که میکشمت. تو چیزی میدونی که من نمیدونم؟ صبر بکن. مگر من سرطان هستم؟ و یا به من زهر داده؟ دکتر التماس به من راستش رو بگویه. در حقیقت من میمیرم. مرگت نزدیک است پیکاس. بعد 2 روز میمیری. بعد 2 روز. بسیار ترسیدم. گاهی حمله میکنیم خانم. اشاره ما رو انتظار شوید. کسی تو رو زده است دستش شکند. روزی رفشند را نبیند. انشالله جزایش را میبیند. ما را به حالمون گذاریده بید از اینجا. ای زن مرا گوش کن. کاری انجام میدادد معلوم است. این ورقه رو به صندوق میپرتایی. کار رو کشاله نده. ورقه رو گرفته پرتایید. دیگر کاردارتون نمیشویم. دخترم این چیست؟ باز چی میشد مادر؟ ما رو به خیانت به وطن دعوت کرده ایستادند. میخواهند که مثل اونها خورزونیم. چه میگوید؟ میخواهند که دین ما رو دشنام بکنیم. ای زن خاموش شو خاموش. شما ما را زنید هم کشید هم اما خاموش نمیستیم. ای ساکنان، ای مردمی محل، هر شخصی که خدا را دوست می‌دارد صاحب ایمان است و محبت محمد مصطفی را در دل دارد. پس فریفته بازی اینها نشوید. بازی این خائنان محو گردد. این قرض هر یک وطن دوست می باشد. وظیفه انسانگری ماست و ما وصل کردن می زیبد، نه اینکه جدایی خواهی. من این آدم را برای درس عبرت میپرانم. یوسف آنها چی کار میکرده باشند؟ یوسف خودم نپرون. خواهش یک طرفیست. خودم رو نپرونه. خواهش بکنم هم رو نپرونه. خانم رو مرون نکنید. کنون ما را آگاه میکنم. یک طرفیست. یک طرف نمیستم برا هم پرونه. چه حال داره سردارم؟ شکر خوب هستم یگید. سردارم حاضر شما رو آزاد میکنیم انشالله. کمی دیگر صبر کنید. تشکر. چیزی به چشم نمیرسد دوستم. جورا جان حالا چیزی به چشم نمیرسد. لیکن میدونی با اینها باور کرده نمیشود. راست میگی. آرزو هم در اینجا نیست. یقین یگان نقشه دیگری دارد. آرزو در کجاست؟ با کی مبادله کنیم؟ آرزو را چی کار میکنی؟ مسئله را با من حل میکنی. تو پیکاس رو میدهی، اینها را میگیری. کار با همین تمام. این چی خیل میشود؟ آرزو اینقدر زحمت کشید سرداری ما را گروگان گرفت. با او صحبت کردن میخواهم تبریکش کنم. آماده تیرپرانی شوید.
من که امر کردم همه جا به حفظ خون مبدل شود. لیکن رفیقانی ما هم در مکانی هدف قرار دارند. به شما چیزی که گویم همه رو کنید. احمق ها با پای خود به دم اومدند. آنها دیوانه شدند که یادگان شده باشند. چکارو چی نمیکرده باشند؟ ایزن یک طرفیست رحم نمیکنم. هر تویتون رو میپرانم. نمیستم. مرا هم پرانید. اینها رو دیدن از مرگ بدتر است. دشواری ایجاد نکن. رحم نکردم میپرانم. باز خودت میدونی. پرانید. مرا هم نمیترسم. مرا هم پرانید. از شما نمیترسم. بیا کمک میکنیم. مادر آخر ما چی گناه کردیم؟ برای چی چنین نکنید؟ سردید مرا. مادرم را سردید. نه فرانه. تو رو برای خیانت و دعوای کردستان عیبدار دانسته حکم قتل میدیم. پسرم این کار را نکن. خودی چی کار میکرده باشن؟ آخر چی رو انتظارت؟ کمی صبر کن. لبای خانم آرزو چیکار کنیم؟ مبادله را آغاز کنید. از این کار به آسانی نجات نمی‌یابید. آماده ایم خانم. تو هم آهسته قدم بمان پیکاس. یگید اکنون نوبت من شد. اگر به دستم افتی بدون که عذابت میدهم. کی؟ در کجا که خواهی من آماده ام پیکاس. دادا چی کار میکنیم؟ با من بیایید، از من دور نشوید. دست یک دیگر رو محکم دارید. نجیب جان، باری دیگر مرا از دست یگید نجات دادی. تشکر می ندارم. درست پیکاس، فراموش نکن. تنها 2 روز دیگر زندگی میکنی. خدایا توبه، 2 روز دیگر ها؟ نترسید، 2 روز بعد نجیب باز مرا نجات میدهد.
را بازدید. آتش پرانه، شما هم پرانه. همه زودتر جا بجا شمه. چی کار کرده ایستانم؟ خانم چی کار میکنه؟ چی کار میکنیم؟ همه شما رو کشید. یکو کسی زنده نماند. زودتر باشید. سردارم گیرید. درم اینجا شده. دادا کی پرونده ایستاده است؟ نترس پسرم نترس. شما از اینجا نبرید. در همینجا شده. پدر جان خواهش میکنم چشمانتان رو کشایید. التجا میکنم نمیرید. پدر جان تو چی کار کردی؟ چرا او رو کشتی؟ چی کار کردی؟ بگذار همه ببیند. عاقبت اطاعت نکردن به سازمان همین است. این مرد مردن را حق کرد. چی؟ یگان اعتراضه داری؟ آرزو اطرافتان احاطه شده است. سلاحهایتون را پرتافته تسلیم شوید. بلوزانه این از کجا پیدا شد؟ اینجا چی گپ شده؟ این دام است یگید. اینها چی مقصد داشته باشند؟ اینها مرا و هم یگید را کشتنی هستند. همش رو کشه. همش رو. یکو کسی زنده نماند. پدر جان پدر جان چرا شما رو کشتن پدر جان؟ مادر جان خوب هستید؟ مادر جان با اویله من چی کار کردید؟ حیوان های وحشی دف شوید. با این کارتون همتون جواب بدید. قاتل ها چی شد پالیسا؟ بیایید زودتر میگریزیم. زودتر کم جا نمیگریزید قاتل ها. با هیچ کجا نمیگریزید. رفتیم از اینجا. بیایید زود باشید. زودتر. دیگه احتیاط بکن. شما هم فردارم. بابا سیگاه بده. با دقت باش. آرزو را زنده دستگیر کنید. باقی مانده‌اش نه آنقدر مهم است. خیری لابای تو هم رفته به اونها کمک. مایلش اطاعت آقای مسار. مرغانو منو فهمیدی از اینجا نبرد. دادا شما با کجا؟ من در حال میآیم. ای دختر تو چیکار میکنی؟ تعقیب کردن رو باز کن. دیوانه ای. پدرم رو کشته. حیاتم رو زیاد کرده. چی میخواسته؟ از ما چی میخواسته؟ چی؟ مگر پدرت رو من کشتم؟ دمت رو گین خواهین ابله.
هاست که به این مردم شکنجه کرده، از جان بزدارمون کرده. حرامهای خواهی به ناموس ها. یاریدید با کجا رایب زد؟ نمیدانم. گوش کن، من از این طرف میروم. شد نباشد من به این طرف. مایلش. خدا خواهد تو کسی پیشتر از من دستگیر نمی کند آرزو. شرم حیا نکردن، دلگیر نشده با دین مردم بازی میکنند. اگر مثل شما احمقی هست که با دین بازی میکنند، اونها رو هم به مثل خودتان مانند کرده ایستاده اید. کشتنی تو برای من قرض شده. التجا میکنم، مرا نکش، خواهش میکنم التجا. زخم نبرداشتید؟ شکر خوب هستیم. شما وقتی که آرزو تلفن کرد عاطف رقمشان را پیدا کرده بود. به اینجا آمدند و فهمیدیم که دام آماده کردند. راست است این مگر؟ راست است؟ ها؟ شما با ما دام گذاشتنی بودید ها؟ باید همه رو میکشتیم. نجات یافتنی مرا انتظار نشدید ها؟ همه اتان رو میکشتیم، کسی که نباشد. تو چه گفتی؟ مرا هم؟ بله شما را هم. امری برام بود. بله پیکاس، درد را نبینی، به آخری راه رسیدی. چه کار است؟ تو چه ها میگویی؟ من حالا با تو آرام شو پیکاس، آرام شو پیکاس، صبر کن. سردارم، راستش را میگویم. خب اما آرزو در کجاست؟ فرار کردنی است، لیکن امکان ندارد. بچه ها از عقیبش تعقیب میکنند. بچه ها شما خوب هستید؟ خوبه مکایگید. سردارم در کجاست؟ کمی پیشتر دنبال آرزو شدن، به طرف این درخزو رفتن. یکی زود باش، سردارم اگر آرزو رو دستگیر کند زنده نمیماند او را. انشاءالله بخیر میشود. سخن نیک بگو. بیا زودتر میرویم. رفتیم. شما آنها را با ماشین برید، زودتر. آرزو!
بدان از اینجا گریختن نمیتوانی، یگانجا گریختن نمیتوانی وقتی جواب قرض هنر رسیده است. لبای چی شد یگید؟ حالا هم پیدا نکردید؟ از این نزدیک ها صدای تیر برآمد ولیکن تا حال نیافتیم. باید که پیش از نجیب او رو یابید. در سری قهرش همه کار را میکند. آسوده باشید، سردارم کاری بده نمیکند. تو حرکت بکن، آرزو را هر چی زودتر پیدا کنید. جورا جون، صدا از این طرف آمد. رفتم زودتر. هر دی شما با پیکاس بمانید. ما رفته ببینیم. آن کس را کشتیم. دخترش کمی ناراحت کرد. او رو هم با خود گرفتیم. خوب کردید. نفری که در کوسا مانعیت شده بود. بله. با اینجا بیارید. با او کاری میکنم که بعد دیگران عبرت شود. فهمو، کمی دیرتر همونجا میشویم. معلم عایشه، چشمانت رو بکشو. ببین چی بلاهای به سرت میآید. آرزو! 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 جورا جان کمی زودتر. تو هم با سندپوش مانند شده ای. گویا که تو آهو باشه. تو از من چی فرقی داره دوستم؟ من هر صبح از 8 تا 13 کیلومتر میدوم. باز چی کار میکنم؟ انا همین خیر جورا جان. زودتر. دوستم با فکرم 8 کیلومتر گفتنی بوده. دویدیم. ایستید. حرکت نکنید وگرنه میپرونم. ای برادر چی کار میکنی؟ شموئیل. ای خدا خیری تو هستی؟ قریب خودت رو نابود میساختی. همین درست شوخی کردن رو هم نمیتوانی. درونی جنگل در اومدیم. این جنگل خیلی وحمناک بوده است. گرگ دارد، پرنده دارد، شیر دارد، پلنگ دارد. سیب دارد، انار دارد، شطه و لگد هم دارد و چوب هم دارد. این چی دخل دارد؟ ای یگید مان این رو به حالش. نجیب سردار رو بیابیم. این طرف. با این طرف. با این طرف. دویدیم. هیچگاه گفی مرا گوش نمیکنند. من چی کار کنم با اینها؟ چقدر که رونر اذیت کشیده است. تو دو چند از آبکاهی کشید آرزو. با من کاری کردن نمیتوانی. بی سلاح هم آدمی بی سلاح رو میکشی. آرزو چرا تا به حال زنگ نزده است مینیک؟ نمیدونم جناب. دقیق حادثه شده است وگرنه تلفن میکرد. کنی تو زنگ بزن. زود زنگ بزن و تلفن را به من بده. فهمو جناب. حیاتم رو محو کردی. همسرم را از من گرفتی. پسندگی نکرد. کودکهایم را از من گرفتنی شدی. چی بلاهایی که با سرمان نآوردی. اکنون با تو چکار میکنم؟ صاحبان تلفن دارم. همه کارها رو برباد دادی. خواطر شدم. کی زنگ بزند؟ کی زنگ بزند؟ کی بوده است؟ که مینیک تلفن دارد. با من بده. با من بده. مینیکا کم چکل تو؟ چی خیر مینیکا کم؟ تو کی هستی؟ بخشیش. تو هم از همان ذات هستی. بران هستی؟ کی هستی؟ نجیب. بله نجیب.
آرزو زنگ زدی لیکن او در دست من است. برای همین است درس در لرزش است و با تو سخن کردن نمیتواند. تو او را چگونه یافتی؟ من مییابم بلان بزرگ. تو را هم مییابم. بینی که قد پستی تو را نیز مییابم. عزیزه در نزد بوده را هم مییابم. در گوشتان بوده ها را هم مییابم. تا وقتی که در دنیا نفس میگیری نفس کشی مرا احساس خواهی کرد. دستهایم در گریبانت است. شنیدی مرا؟ نجیب یگان کاری کردن نمیتوانی. کاری نمیتوانی. تو بر این یک کارمند دولتی مرا کاری کردن نمیتواند. همه شما را از این کشور دور میکنم. شما را با آن جایهای بویناک روان میکنم و آنجا میمیرید. خودتان بویناکی هستید. دیگران را نیز بدبو حساب میکنید. ظاهرتان را چقدر که زیبا گردانید تمام قدر باطنتان افلاس است. بعداً با تو حساب و کتاب میکنم نجیب. آدمی که مرا دیدن میخوای پس روبرویم برا. چه مثل موش در سراکا زندگی میکنی؟ ها؟ من همینجا هستم. با سری بلند و وجدان پاک همین جایم. تو در کدام سراکی هستی؟ به من بگو من با آنجا میایم. لعنت بر این آقا. میم دو تمام میشود یکی سر میکند. یکی تمام میشود نجیب سر میکند. او تمام میشود مظهر میکند. ریشه اینها را نسوزاندید. جنابم عصبی نشوید. فشارتان بلند میشود. چه ها گفته ایستاده ای؟ خاموش شو. اکنون آرزو هر دویمان تنهاییم. همینجا میپرانمت. نه کسی میبیند و نه کسی میشنود. نجیب التجا میکنم رحم بکن بر من. هر چیزی که خواهی میکنم. پولی بسیار جمع کردم. فایده نمیکند. خانه دارم ماشین دارم همه‌شو میدهم. فایده نمیکند. شناسایی زیادی دارم. موقع خواهی موقع چه کاری که خواهی میکنم. فایده نمیکند. هیچ کدام از اینها فایده نمیکند. میدانی برای چی؟ اینها مال دنیا است. میفهمم که عقل تو باشیست اینها به دیگر چیز نمیرسد. مگر دیده ای که نفری مقامش رو با خودش برده است پولش رو برده است. تو اینها رو به من نه. اینها رو به شخصانی به مثل خودت پیشنهاد بکن. خواهش میکنم نجیب التماس میکنم به من رحم کن نجیب. التجا میکنم نجیب. 1 سال است که اینها بر نقشه های ما مانع میگردند. اکثر کارهای ما از دست آنها ناپور انجام یافت. کارمندان دولتی در نزد ما 4 زانو می نشستند. اما امروز سرحد را گذشته گلوی ما را فشرده ایستادند. ما بر مقابل آنها چی کار میکنیم؟ یگان کار. اینک چرا ما اینقدر به استعدادیم؟ به من سببش را بگو. جنابم ما چی کار بکنیم؟ اکنون کج نشینیم و راستش را بگوییم. آنها از ما دیده فعالترند. زحمت میکشند. با دقتند. آدم های ما دنبال زنها هستند. این را چگونه ضبط میکنند؟ او را چی خیل بترسونند؟ ما در وقتش این کارها را به آدم های ما توصیه داده بودیم اما خودشون ثبت شدند. دیگر کسی در میدان نمیبراید. همه اشون خانشین شده. در خانه هایشون خوابند. دیدید؟ سلام سردارم. ببینید کی را آوردم. این کیست؟ ساکن خانه که سروزیر تشریف کرده بود. پدرش را به جهنم روان کردیم. این هم دعوا دارد که من هم نزد پدرم میروم. احوال این را ببین. چگونه لباس است؟ از این لطه چی میفهمیده باشد؟ این لطه را هیچ اثرشان نگرفته. دنیا به کدام عصر آمده است؟ اینها در کدام عصر زندگی دارن نمیفهمم. این لطه گفتهتان امری خدا است. ببر میکنی یا نمیکنی مسئله دیگر است، لیکن حقی مسخره کنی نداری. نگاه کنید. شما هم شنیدید چقدر مست شدن، چقدر حرف میزنن. نجیب مرا نپرو. سردارم آرام باشد. سردارم جیگیت ممدو مرا سردار شد دارم. سردارم آرام شوید. خواهش میکنم. چیکار میکنید با این زن؟ اندیشه کنید سردارم. مگر این شایسته شما است؟ خیری آرزو از اینجا دور بکن. آرزو را دور ببر. خیلی این کارو نکن. سردارم آرام شوید. خواهش میکنم. این رو مرا میکشد. خاموش شو. سردارم آرام باشه.
سردارم آروم شوه. سردارم آخر چیکار بکنه؟ پیش راهم را نگیره. چیکار بکنه آخر؟ با شما نمیزه. سردارم. سردارم آروم شوید. انسان همسری مرا کشته است. سردارم آروم باشه. نوار را بر من نشان. آروم شوید سردارم. به دستان کودکان آرنجک بست. استید. مردن حقش است. سردارم قربانتون شوم. شما تا امروز مرا نصیحت میکردید که نکنید با تو نمیزه بد میگفتید. ها؟ بله میگفتم. حاضر نمیگویم. سردارم چی عوض شده است؟ چی عوض شده است؟ صبرم لبریز شد مندو. چرا با نزدیکان ما راز از میده؟ چرا عملهای اینها به جواب میماند؟ سردارم از برای خدا نکنید این کارا. خواهش میکنم نکنید این کارا. سردارم اگر بکشیم پس یک جای میکشیم. مادامی که میپرانه یک جای میپرانه. دوستم تو چی عقلت رو خورده ای؟ انا رو همین گوشته است. ای وای اکا شما همه اتون دیوانه شده اید. سردارم سلاحتون رو فرارید. یگون بلای سر میزند. خواهش میکنم فرارید سلاح رو. خوب میلش اینطور باشد همه ما میپرانیم. خب شروع کنید. خودتون رو به دست گیرید. این کارو نکنید. شما چی کار کرده ایستاده اید؟ احمقی نکنید. شما سلاحتون رو گیرید. این کاری من است. ای خدا نمیشود. در همه حالت ها یک جایم. اختیارتان. کنی برار این لطه را. تو چه حق داری که ذوق چشمانی ما را دور می سازی؟ برای گرفتن روی مال من اول باید سرم را بگیری. این زبانش را ببین. اینقدر دانا بوده ای تو. عزیز آرام باش. برای دخترمان فکری خوبتری دارم. با یک تیر دو فاختک میزنیم. دادا ایستید. شکر که شما آمدید. در وقتش آمدید آقای مظهر. چی گپ است اینجا؟ این چی احوال است؟ سلاحهایتون رو فرارید. به شما میگویم سلاحهایتون رو فرارید. زودتر. دردت رو میفهمم، اما نجیب ارزنده نیست. باور کن نمیارزد. دادا چی کار میکنه؟ دادا اگر این زن رو پرونه چی میشود؟ او چم رو بر میگرداند. دستایتان رو با خونی افلاسی این زن آلوده کنه چی میشود؟ دادا خواهش میکنم با خدا سپاریدش. دادای من قاتل نیست. هرگز نبود و میدونم که نمیشوند. هنر آرام شوید دادا جان. غمگین نشوید دادا جان. گذشت دادا جان، همه‌اش خوب میشود. من شما رو دوست میدارم دادا جان. جان کنی من. دادا جانی من.